و شروع کردیم به باز کردن آمپیلیا. سیما رو هم جدا کردیم، روشون هم برچسب زد که یادمون نره کدوم سیم واسه کدوم میدرنج و به کدوم آمپیلی واسه وصلش کنیم. و به این نتیجه رسیدیم که آمپیلیا رو بدون در کنیم، چون اینوری قشنگتر میشن، سیم پیچاشون معلوم میشه داخل آمپیلی. اینجا یادش رفته بود داشت چی کار میکرد، نشسته بود داشت نگاه میکرد. بعد تصمیم گرفتیم یکی از آمپیلیا رو وصل کنیم تا میدرنجا رو به صورت تکی تست کنیم، ببینیم همه میدرنجا سالمه یا نه، چون وقتی که همشون با هم وصلن و آهنگ میذاری یه خورده تشخیص سخت میشه. پس عرفان شروع کرد به وصل کردن آمپیلیا و پایم طراحی کردیم واسهشون روی ماشین که قشنگ رخ کارو بگیره و سیم کشی زیرش له نشه. اینجا هم داشت پایه‌ها رو بغل صفر میکرد که اصلا جابجا نشن بر اثر بیس یا جاشون در نیان. خیلی محکم کاری کردیم چون یه خورده به مرور زمان شل میشن. اینجا هم تست کرد ببینه سفته یا نه و من واقعا از این رخ کار خوشم اومد و دونه دونه آمپیلیا رو آوردیم تا وصل کنیم، چون 5 تا آمپیلی داشتیم می‌ذاری جا کردنشون سخت بود. الان 4 تاشو وصل کردیم و مهمترین آمپیلی و قوی‌ترین آمپیلی من آمپیلی مونوسابمو داشت وصل میکرد. بعدش هم که رفتیم ناهار رو زدیم و بقیه داستان رفت واسه فردا.